همین محمد فاتح 21 ساله‌ای که قسطنطنیه را فتح می‌کند، مادرش محمد خورد است، در آغوشش شیر میته. یکی از روزهایی که شیر میته به می تفلک شیرخورش میگه تفلکم، من تو شیر میتم، من سختی های تو را تحمل میکنم، من از تو یک آرزو دارم، مادر سعی کنی. به خدا کسی با من تماس کشید که جناب مولانا روز عروسیم است، فردا عروسیم است، مادرم برای من میگه اگر ریشت نتراشی دو هتل دو توی تو نمیایم. کجاست امروز امت؟ مادر به پسر میگه، به پسر دیندار، به پسر با تقوا، به پسر خدا ترس که اگر ریشت را نتراشی فردا داخل هتل به عروسی تو نمیایم. مادر محمد فاتح به پسرش میگه، طفلک خردسال در آغوشش است، میگه فرزند من شیر میدم، تو را یک آرزو دارم، میش تربیه میکنم، تو را یک امید دارم. فرزندم من از محبوب دلها رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم لتفتحن القسطنطنیه، هر آینه امت من قسطنطنیه را فتح میکنند. همین استانبولی که امروز میگین استانبول، این را فتح میکنن. نعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش. چی بهتر از اون امیری که قسطنطنیه را فتح میکند، چه لشکر خوبی هست که قسطنطنیه را فتح میکند. فرزند من به تو شیر میدم، امید من این است که آرزوی محبوب مرا پوره بکنی. باید قسطنطنیه را تو فتح کنی فرزندم. این نیت مادر محمد فاتح 21 ساله قسطنطنیه را فتح میکند. این دعای مادر، دعای پدر مثل دعای نبی در حق امتش قبول میشه. ما اگر پدر خوب هستیم دعای نیک به فرزندان خود بکنیم. امروز بزرگترین هدف جوان، من خاص الله و رسول برات میگم، خاص الله و رسول از جوان چیست؟ امروز بزرگترین هدف جوان امی است که من چند میدان گیم پابجی رفیق خود را بردم. بزرگترین هدف جوان این است که در میدان فوتبال امروز تیم من باید برنده شود. بزرگترین هدف جوان این است که فلانی دختر با من مسیج میکند من خوشبختم. نه جوان، خوشبخت نیستی، تو غلط کردی. جوان مکتب نمیخواند، درس نمیخواند. چرا؟ میگه به خاطری که دوست دختر مرا رها کرده درس نمیخوانم. چقدر بی هدف است جوان. بزرگترین هدف جوان همی است که امروز در میدان بزکشی که برنده می شود. بزرگترین هدف جوان همی است که امروز دقیقه بازی که برنده می شود. ولی اهداف کونها داشتن، هدف کونها داشتن. عمیر ابن حمام جوان است، تازه به جوانی رسیده. در غزوه بدر وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از این که جنگ آغاز شود شروع کرد از توصیف جنت، از زیبایی های جنت، حصوران جنت، از باغ های جنت، از قصر های جنت میگفت. عمیر ابن حمام همونجا تکیه زده بود، جوان بود. یک بار گفت که یا رسول الله این نصیبی که می شود نصیب من هم می شود این جنت که تو توصیف داری، این جنتی که خود شما توصیف دارید؟ بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بله جوان عزیز، اگر شهادت در راه الله نصیبت شد جنت مال توست. میگه دمو کیسه‌دان خود چند تا دست خود گرفت و خرما ها را کشید میخورد. دید که چند تا خرما باقی مانده، گفت کل از این اگه من بخورم وقت زیاد میگیره. خرماها را انداخت، شمشیر برداشت داخل میدان شد. آنقدر نبرد کرد تا جام شهادت نوشید. ایره میگن استقامت در دین، تسلیم به رضای خدا، تسلیم به خواست الله. مثل همون طفلی که تسلیم به خواست پدر بود، به پدر نگاه میکرد که پدر چی میگوید، تا اشاره پدر شد در حال گرفت. هم تو تسلیم به خدا باید شوی، هم من باید تسلیم الله شوم، هم همسر من و تو باید تسلیم الله باشد، هم دختر من و تو باید تسلیم الله باشد. باید جوان هدف داشته باشد. بزرگترین هدف ما امروز چی هست؟ به کجا صرف میکنیم؟ میگه من هدف دارم که سند بگیرم. اشکال را سند بگیر. اسلام منافات ندارد با اینکه تو لیسانس سر باشی و دکترا داشته باشی، ماستر باشی، اشکال ندارد. اصلا اسلام مخالفت نداره که جوان انگلیسی بلد باشد.
اسلام مخالفت ندارد که جوان خوب کامپیوتر را بداند. اسلام مخالفت ندارد که جوان تحصیل بکند و طبیب شود، ولی مخالفت اسلام با این است که جوان دکتر شود بعد خدا را نشناسد. چون این اهداف فانی پذیر است. دو نوع هدف داریم. یک نوع هدف فانی می شود. لیسانسی که تو داری در داخل قبر از پیش تو نکیر و منکر نمیگم، لیسانس تبت باستو برو، همون ماستری تبت باستو برو، همون کارت انگلیسی تبت تو باستو برو و تو رو سوال نمی کنم. این سندها در داخل قبر به درد نمیخورن. دو نوع هدف است. یک نوع هدف این است که تو هدف داری به چیزهایی که فانی می شود. قصر می سازی میماند تو میری، زبانها رو یاد میگیری اینها میماند تو میری، هیچی باقی نمه، زن زیبا میماند تو میری، فرزنده ها میماند تو میری، پولی که پیدا کردی میماند تو میری، خاک میشی، هیچی در بدنت باقی. ساعتت از دستت میکشن، انگشترت از دستت میکشن، لباست از تنت میکشن، هیچی در بدنت باقی نمیمانه. یک کفن سفید چند افغانی میخرن به بدنت میپوشانن میارن زیر من خاکم اونجا تو را خواب میتن. کل هدف رفت، کلش رفت، ولی یک هدف باقی میمانه. اگر در دنیا هدفت رضای الله بود، اگر رضای الله بود، مهم نیست که کفن داشته باشی باز نداشته باشی، مهم نیست که کفن داشته باشی یا نداشته باشی. مصعب ابن عمیر در غزوه احد جوان خوش سیما و خوش قیافه و شیک مکه بود. آنقدر جوان زیبا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی او در مکه را میرفت میگفت من خوش قیافتر، خوش لباستر از مصعب ابن عمیر ندیدم. وقتی مسلمان شد مادرش حبس